دادستان کلی تاجیکستان مهلت بازداشت سودیا یا دادرس پیشین دادگاه ناحیه باوجان غفاروف را باز 2 ماه دراز کرد. رستم سید احمدزاده همچون سودیای مشهور است که حکمی سفید برآورده است. همکارم میرزانبی خالقزاد این موضوع را پیگیری داشت و حالا در استودیو با ماست. میرزانبی، این مرافعه در چه شرایطی صورت گرفته است و آیا دیگرگونی در قضیه دادرس سید احمدزاده پیش آمده است؟ سلام مومین، سلام بینندگان عزیز. در این مرافعه که در محل نگهداری عیبدار شونده یعنی در بازداشتگاه موقتی صورت گرفته است، خود سید احمدزاده شرکت نکرده است و تنها وکیل مدافع از اون نمایندگی داشته است. در این باره یکی از نزدیکانش 3 اوگوست به رادیو آزادی گفت و افزود که در 2 ماهی که تفتیش پرونده جریان دارد هیچ تغییرات پیش نیامده است. مفتشان دادستانی کل در پیوند به تحقیق قضیه رستم سید احمدزاده با ما صحبت نکردند. ولی پیشتر خبر داده بودیم که سودیا سید احمدزاده ماه ایون امسال دستگیر شد و رئیس جمهوری تاجیکستان 6 ایول فرمان برکناری او را صادر نمود. در فرمان دقیق نگفتند که گپ درباره چی می رود، اما دیرتر رئیس دادگاه عالی زیر دستش را به برآمدن از حد وکالت خدمتی و دیده و دانسته دادن خبر دروغ گمانبر دانست، چیزی که خودش و نزدیکانش اصلا ساخته میدونن رد میکنن. بله، در این چند روزی که از مهلت دراز نمودن بازداشت دادرس سید احمدزاده میگذرد، آیا دیگرگونی در تفتیشات پیش آمده است؟ بله مومین، طور نزدیکان و افراد نزدیک به تفتیشات پرونده او گفتن همین 2 روز قبل همسر اولی سید احمدزاده را که سالهاست با او زندگی ندارد و قبلا جدا شده بوده است به پرسش دعوت کردند. درباره او یعنی که با او سوال جواب کردند. یعنی اینجا طور نزدیکان دادرس میگویند مقامات تفتیشاتی میخواهند به پرونده سید احمدزاده جرم دوزنگی را یک علاج کنند و همراه کنند. در قدم اول کاتبه او عزیزه حیدر را دستگیر و به قلابی در مسئله خانه گمانبر کرده شده بود. پیوندانش گفتند که از او بر ضد دادرس استفاده خواهند کرد، ولی روشن نیست چنین استفاده صورت گرفته است یا نه. مادری حیدر و در صحبت ویدیویی قبلا به رادیو آزادی گفته بود که دخترش هیچ کاری خطا یا قانون شکنی نکرده است و مفتشان او را مجبور کردند که ضد سید احمدزاده بیانات دهد. مفتشان به مادرش گفتند عزیزه حیدر و از رستم سید احمدزاده حامله است. برنا حیدر و یعنی مادری او میگوید با دخترش در بازداشتگاه واخورد و او تاکید کرده است که مقامات نقش بازی میکنند و هیچ حامله نیست. رستم سید احمدزاده 43 ساله 5 سال در دادگاه ناحیه باوجان غفاروف کار میکرد. نام او سال پیش و بعد آنکه نسبت یک ساکن ولایت سوخت حکم سفید برآورد و زیر فشارمان رسانه‌ای شد. بله، تشکر میرزانبی.